سلام دوستان عزیز، شام همتون بخیر شدی باشن. ما در شبی اوجن کنی رفتیم قدی دخترا فکر کنیم چی بکنیم چی بخوریم. دخترا گفتن اوچه پیتزا زکاس کنیم، ای زکاس کنیم، او زکاس کنیم. اول روزی شدم ای گفتم ایو زکاس کردن دالوچی بریم همونجا بخوریم بگردیم بیاییم. ساعت 9 مگزین یکم چی میگیریم با برای همون با پیتزا خوریم. اوجن کنی در کوچه، اوجنیمو در کوچه همین هوای گرمی خوشروی که ماشاءالله. دوستان ما در اینجا طرف شهر رفتیم. گفتم که ما بسیار در شهر میخوریم. رفتیم اونجا ساعت 7 شده بود. شهر محکم میکنه، مگزین و همین چیزا همش محکم میکنه. تا ما رفتیم که محکم کردیم. با گشته اومدیم به همین پیش خونه ده. وقتی که گشته اومدیم بنزین هم تمام شده بود. بنزین زپرفکه کردیم و بعد اومدیم پیش خونه روز دیگه ما اهمیت نمیدادیم، پسندم نمیکردیم. به هر چیزی با مزه داشتیم و خیلی خوردیم ماشاءالله، خیلی چیزی با مزه داشتیم. بعد دوستان عزیز ده همه جا خواستم که ده همه راه رفتن کمتر با شما صحبت کنم، چق کنم که نه شما دست شبه و نمدم. دوستان عزیز وقتی که من خرید کرده بودم بعد سوال دادن خواهرکا که اپا کلبسه خریدی، کلبسه مرغی حلالای؟ مرغ حلالای. وقتی که مرغ میخریم حلالای که بعد یک مش دیمش که ما ای مغازه ترکی خریدیم و یا هم از مسلمان مغازه ترکی هم مسلمان، تمامی مسلمان های علمان و همین مغازه ترکی میخره. بعدا کلبسه و چیزایی که چی خریده بودم و سردستی که برای خوردن فرزنده برای مکتب سحر چیشون و چیزایی که کلان خریده بودم، روغن، ارد و چیزا خیلی برای گفتم که در رمضان وزبین نغلطه بسیار چیزا رو برای چیزای چی رو برای رمضان خریدم. او که کلبسه و ساسیسکه و زلی نور ما اوقات میکنیم و میخریم و برای رمضان نبودن. و با گفتنیم دوستان عزیز که حلالن، کلبسه مرغی حلالن، ای مغازه ترکی میخریم اونجا همش حلال نیستندگه، هر چی هست نیست در اونجا حلال نیستندگه میگن حلاله. ما میخریم گناهشون در کلای نو حلالای مثل چیزی هستید گناهشون در کلای نو برای که ویا مسلمانان در تنهاشون حلال نیستندگه. بعدم دوستان عزیز در اینجا برای رکلام در واتساپ هم نوشتن. بعد رکلام میگیری اپا جون؟ ها من رکلام میگیرم برای که خیلی کارم پیشتر کمتر سبکتر شد کارم. انشالله که رکلام میگیرم. مرحمت نمره را میمونم در برای ویدیو کدامی در رکلام در کار باشن نویسین. البته چی بند رکلام میکنم. منم خیلی دوستان عزیز و دخترکا را خواستم در اینجا خرسان کنم. راستی که یک ماه بگیم یا که یک ماه زیاد یا کمتر ما نبرمده بیم خوردنی. اینه از ده همینجا یک بار اومدیم اینجا پیش خونه ما نمی اومدیم اینجا، اهمیت نمیدادیم، پسندم نمیکردیم. ما فقط طرف شهر میرفتیم. بعد اینجا اومدیم خواستم دخترکم خرسان کنم. خیلی همه جان سر برای می فرزنده.
چند قبط برآمدیم با حضور با خرسندی خوردیم شکمبار سیر کردیم الحمدلله. بعدی خوردن با دخترکم تماشا بروردم. یک کروب با گردی شهر شبانه خیلی شرخ شروع میتوه. یک کروب نه قریب ده کروب گردی شهر توشون دادم تماشا کردن صورت گرفتن و خستیم و رفتیم خونه. من خیلی دوستان عزیز ویدیو مرا دوستان عزیز لایک مونیم مهمون شویم و فکر عقیداتون نویسیم. شما نیز مثل من خیلی میبروین خوردنی قطع فرزنده یا کلی خیلی مثال دیمو 4 بارای 5 بارای چند قیدی کدام وقتی که وقت یافتیم دخترکم رو میگیریم قطع دخترکم میریم مثال خوردنی و به ماشین تماشاشو میگردونیم. خیلی فکر عقیداتون نویسین. خواهرکای عزیز مهمان شدن فراموش نکنین. لایک مونین و ویدیو اگر پسند شما اومد البته که روی کنین به دوستان و نزدیکاتون که پرسموتر شوه و لایک بگیره. وقتی که لایک مونده با گفتن لایک مونده با ای ویدیوی نو به نو ای ویدیوی نو با شما با خبر میشویم. منم خیلی دوستان عزیز ویدیوی امروزه ما بود به هر شما پیشکش شما دوستان عزیز. شما نیز مسلمان خیلی فرزنده را برورین کم کمکی خرسان شوند زیق نشوند. در ملک غریبی چخیل قینای ملک غریبی به حد قینای. وقتی که در غریبی دخترکو مثال زیق میشوند ای خش تبار ای عزیزا دور که هستن زیق میشوند. برای همون باید که ما فرزنده را کم کم خرسان کنیم ای حالی فرزنده که ما با خبر باشیم. انم خیلی دوستان عزیز ویدیوی ما پیشکشی شما تماشا بینه عزیز ما اوژمونا گرفتیم. اینا ای صبرینا جون ای دیگه جون این نزد این قدر ما به خدا همش نمیتونم خودم بریم دستون جنبیده است. خلقم سالاتو شدیم به حد بمازم. خیلی دوستان عزیز با ما اشتیای تعام نفرایی که میخوام با اونا اشتیای تعام مشاهدین عزیز ما خوردیم شکم شد عیدیم و خیسان میکنیم اینجا چیزی خوب اینجا کسی ترکو بود موردیم Genç bir burası,
الحمدلله مخرب رابونچی سرمتون با مجبور کن سر کردیم شنگشنا اشکانسی الحمدلله قوتی سلام دا بامازا کشتی بامازا دارم تو بامازا دارم خوردیم الحمدلله. تماشابین عزیز ما برآمدیم شکم القطای بامازا به حد القطای بامازا ما میخوردیم درون شهر میرفتیم اینجا نمیکردیم اینجا را نزدیکی خونه که بود اهمیت شما ندادیم خدا بامازا القطای بامازا داشته با چیشه گرفتیم گفتیم کدوم وقتی اومدیم چیوش هم میدونیم نرخ نوشون خیلی ماشین وقتی ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا ماه پر فیض و نیایش ها هر آسانیم بیا ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی بیا ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا گذرگاه مسلمانان کجا هستی بیا ما هوای تازه میخواهیم و دلتنگ توییم ای بهار تازه قرآن کجا هستی بیا از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم ماه عفو و بخشش رحمان ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا ماه شوق و لذت ایمان کجا هستی بیا ماه پر فیض و نیایش ها هر آسانیم بیا ما همه بر سفرت مهمان کجا هستی بیا ای شبستان قلوب مسلمین آخر بیا ای گذرگاه مسلمانان کجا هستی بیا ما هوای تازه میخواهیم و دلتنگ توییم ای بهار تازه قرآن کجا هستی بیا از گناه و معصیت ها خسته و درمانده ایم ماه عفو و بخشش رحمان هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله هو رسول الله محمد هو حبيب الله محمد هو الشفاء والجاه وخير خلق الله يا إمام المرسلين يا صادق يا أمين عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين ساكن في روحي وقلبي وادعي وأقول يا ربي أنول
الشرف رؤياه واوصف لنا حبي. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاع والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاع والجاه وخير خلق الله. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاع والجاه وخير خلق الله. يا إمام المرسلين، يا صادق يا أمين، عايشة أنا بهداك يا سيد الثقلين. ساكن في روحي وقلبي، وادعي وأقول يا ربي أنول شرف رؤياه واوصف لنا حبي. هو رسول الله محمد، هو حبيب الله محمد، هو الشفاع والجاه وخير خلق